سلام دوستان. با توجه به اینکه قیمت بیت کوین افزایش زیادی پیدا کرد و این استراتژی که ما اینجا گرفته بودیم به این صورت در اومده که الان رسیده به نقطه سر به سرش. البته نقطه سر به سر در زمان آخرین روز، یعنی سر رسیدش. اگه اینجا بمونیم سر به سر خواهیم شد، در حالی که الان اگه از این قیمت بالاتر بره قیمت، ما وارد پوزیشن مورد زیان خواهد شد. با توجه به که این یک پوزیشن واقعی هستش و در بازار واقعیه و الان داریم اینو مشاهده میکنیم. این پوزیشن در حال حاضر پایی که خریده بودیم 60,000 وارد سود شده به اندازه $2.99، ولی در از پایی که فروخته بودیم $4.27 وارد زیان شده در حال حاضر. و این پایه چون 2 برابر پایه خریدمون هستش، در نتیجه این زیان هرچی بالاتر بره قیمت باشه وارد زیان بیشتری خواهد شد. حال اینجا باید تصمیم گرفت که اینو میخوایم چی کارش بکنیم. دقت کنید این پایه، ما الان این پایه فروش رو حذف میکنم، میبینیم که این پایه خریدمون وارد سود شده و هرچی بالاتر بره بیشتر وارد سود میشه. اما پایه فروشمون در زیان هست، در این نقطه است و هرچی پایین‌تر بره قیمت این زیان بیشتری رو متحمل میشه. در واقع ما باید داخل این مثلثی که اینجا هست، یعنی این مثلثی که اینجا میبینیم، باید ما باقی بمونیم. در غیر این صورت وارد زیان خواهیم شد و زمان به سود این استراتژی هست. ببینید الان این منحنی داره میره بالا. 2 روز که گذشت، 3 روز، اگه قیمت همینجا باقی بمونه، ما در آخرین روز، یعنی روز 6 روز آینده، سر به سر از این پوزیشن خارج میشیم. الان 2 راه میشه برای این کار کرد. یکی این که این پوزیشن سلمون که الان تو زیان هست ببندیم، یعنی $4 رو با زیان ببندیم و منتظر بمونیم که قیمت بالا بره و این پایه دوم وارد سود بشه و بتونیم مسعود این زیانمون رو جبران کنیم. اما خطری که وجود داره اینه که ممکنه قیمت بعد از بستن این پوزیشن قیمت دوباره برگرده به محدوده های 62,000 و این پوزیشنی که در سود بود اینم وارد زیان خواهد شد در اون صورت و از هر دو تا وارد زیان خواهیم شد. در نتیجه الان موقعیتی که باید در موردش تصمیم گرفت و این جالبه که پوزیشن به شرایطی رسیده که باید مدیریت کرد اونو و یه تصمیم براش گرفت. حالا دوستانی که کامنت بذارن و فکر کنن که خودشون در این حالت، در این پوزیشن هستن، با این پوزیشن چیکار میکنن. ما 2 حالت داریم که احتمال داره قیمت فردا و پس فردا یا تا 6 روز آینده قیمت بالاتر از 64,000 بره یا نه برمیگرده به همین محدودهای 62,000. اینا تحلیل خود من اینه که انتظار دارم که قیمت یه برگشتی داشته باشه دوباره به همین محدودهای 62,000 تا 60,000 و در نتیجه این پوزیشن ما وارد سود بشه. خیلی ممنون میشم اگه شما کامنت بذارین و مشارکت بکنید که اگر شما بودین این پوزیشن رو چیکارش میکردین و چه راهکاری برای این پوزیشن ارائه میدادید. ممنون میشم، مشارکت کنید.